25 الی 30 متری خط دروازه. گل شدن توپ واقعا میتونه گل زیبا برمقام بیاره. چه اتفاقی میفته؟ ضربه رو میزنه و توی دروازه. چه صحنه قشنگی هم از کاسیاس رو میبینید. عالی میزنه و دروازه باز میشه. کریستیانو رونالدو خودی نشان میده دوباره. در طی دو بازی گذشته با اتلتیکو 5 گل فقط کریس رونالدو زده. این هم 6مین گل در 3مین بازی. کجا میزنه و دروازه‌بان تیم اتلتیکو مادرید چه ضعفی نشان میده. هر کاری کرد به توپ نرسید. خیلی سعی کرد که با دستاش به او برسه و اینجا صحنه قشنگی که ایکر کاسیاس و احساساتی که از خودش به خرج میده. ضربه تماشایی کریستیانو رونالدو نتیجه رو 1-0 میکنه. نیمکت هنگامی که گل زده میشه چه شور و حالی داره. اتلتیکو مادرید آیا باز هم به همشهریش در الدربی